حل تست پایش بهمن سال 401 ریاضی پایه 8 فصل 3 مثلث متساوی الاضلاع. وقتی میگه متساوی الاضلاع زاویه داخلی 60 درجه مانند شکل زیر تا شده. اندازه زاویه x رو از مخاسطه ببینیم چند درجه است. خب این مثلثمون وقتی که از این قسمت تا میشه، این قسمت با این قسمت رو هم میفته و با هم برابره. خب از طرفی این زاویه اینجا رو داده 134 و این کل زاویه 180 منهای 134 این قسمت میشه 46 و چون مثلث متساوی الاضلاع بود پس این زاویه داخلیش اینجا مثلثمون اینا 60 این گوشه ها. از این طرف کل این قسمت زاویه خارجی این مثلثه هستش، پس این 60 به اضافه 46 میشه 106 و چون این دو قسمت با هم برابرن تقسیم بر 2 کنیم هر قسمت میشه 53 درجه. زاویه داخلی یک مثلث هم 180 درجه، 53 با 60 میشه 113 درجه. 180 رو منهای 113 میکنیم میشه 67 درجه. پس x مون 67 یا همون گزینه 1 میشه.